به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتنم در زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدران و مادران عالی قدر و برادران و خواهران اهل اسلام من، بنده امروز خواستم برای شمایان یک قصه دیگری درباره صدقه و خیر و برکات آن نقل نمایم. و البته اگر در وقتی گفتن این حکایت اگر به خدایی راه دهم، الهی الله تبارک و تعالی ما را مغفرت کند و از همه شمایان معذرت میخواهم. یک مرد به خود وعده داد که صبح نخستین کسی رو که میبیند به او صدقه خواهد داد. چون وقتی صبح دمید با زنی روبرو شد و به او مبلغی عطا کرد. مردم گفتند که آن زن فاحشه است. بعدم به مرد روبرو شده به او نیز صدقه داد. چند نفر گفتند که این مرد بدترین شخص می باشد. روز سوم نیز آن شخص خیرخواه با اولین کسی که روبرو آمد صدقه داد. معلوم شد که این شخصی صدقه گرفته بسیار ثروتمند بوده است. صدقه دهنده خیلی آزرده خاطر شد و در خواب دید که خداوند تبارک و تعالی هر سه صدقه‌اش را قبول کرده است. آن زنی فاحشه‌ای که با سبب ناداری به این عمل زشت تنفروشی دست زده بود، وقتی صدقه را گرفت این کار بد را ترک نمود. شخص دوم دوست بود و با سبب تنگ دستی دزدی میکرد. از برکت صدقه آن مرد خیرخواه از دزدی توبه نمود. شخص سوم ثروتمند بود و هیچگاه صدقه نمیکرد و از صدقه دادن آن مرد سخی عبرت گرفته احسان کاری را پیش نمود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند غمهای خود را با صدقه دفع کنید که با دادن صدقه خداوند متعال ضررهای شما را دور کرده در مقابل دشمنان شما را نصرت میدهد. وقتی یک مسلمان را لباس دهد تا زمانی که یک تکه از آن لباس بر بدنش باشد، پوشانانه در حفاظت خداوند متعال قرار میگیرد. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرمودند صدقه غضب خداوند را دور میکند و از مرگ ذلتبار نجات میدهد. برادران و خواهران عالی قدر، به حرمت خداوند با اون ناچاران و با اون یتیمان صدقه کردن دستکشی نکنید و از برای رضای الله تبارک و تعالی به همدیگر غمخواری کنید. اگر در گرد و اطراف خود همسایه ناچار داشته باشین، بهر رضای الله تبارک و تعالی به همه اونان یاری رسانین تا اون قدری که از دست شما میاد. زیرا الله تبارک و تعالی در قرآن عظیم شان میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم لا یکلف الله نفسا الا وسعها. یعنی الله تبارک و تعالی از قوت بنده زیاد را طلب نمی کند. از این لحاظ ای برادران و خواهران عالی قدر، ای بنده ای که خود را مؤمن و مسلمان و بنده الله تبارک و تعالی می شماری، با ناچاران و یتیمان رحم دل باشو. تا قدر امکان یاری خود را رسان. انشاءالله خداوند متعال تو را در حفظ و امانت خود نگه می دارد. و نآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با احترام دوست و برادر شما